به نام خدا، سمپادی های عزیزم در پای هشتم. سلام، خدا قوت. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. میخوایم امروز با هم از کتاب تکمیلیتون صفحه 126 سال 3 رو با هم حل بکنیم. اما قبلش یک سری مهارت هایی لازم هست که اصلش مال پایه های بالاتره، ولی اینجا به بهانه این سوال من سعی میکنم که این مهارت رو به شما یاد بدم. قبل از اینکه بریم سراغ حل سوال 3 صفحه 126 میخوام که شما رو با یک تیتر جنجالی آشنا بکنم. این تیتر جنجالی هست شمارش بی شمارش. معنی این تیتر یعنی چی؟ ببینید، اگر من از شما بخوام که تعداد این دستبندهایی که به صورت رندوم در جای مختلف قرار میدم رو برای من اعلام کنید که چند تا هست، شما حتما شروع میکنید مثل یک بچه‌ای که تازه شمارش رو یاد گرفته، 1 2 3 4 و اینها رو که بی نظم هستن شروع میکنید به شمردن. اما اگر این دستبندها رو اینطور به شما تقدیم بکنم که در 4 ردیف 5 تایی هستن، دیگه اونجوری مثل بچه دبستانی نمیشمرید. میگید که خب 4 ردیف 5 تایی داریم که تعداد این دستبندها میشود 20 تا. خب حالا متوجه شدید شمارش بی شمارش یعنی چی؟ یعنی اینکه بشمریم بدون اینکه بشمریم. یک چیزی شبیه این دستبندها که از نحوه چینش مرتبشون تونستید اونها رو با کمک یک ضرب بشمرید. خب حالا که با این تیتر آشنا شدید، بیایم با هم اصول شمارش رو یاد بگیریم. اصول شمارش دو مورد هست که در حل سوالات احتمال بهتون کمک میکنه. یکی اصل جمع و یکی اصل ضرب. بیایم خیلی ساده با یک داستان با این دوتا اصل شمارش آشنا بشیم، اصل جمع و اصل ضرب. برای اینکه یادگیری این دوتا اصل در ذهنتون بمونه و راحت باشه براتون، میخوام با من همراهی بکنید و یک قصه ای که میگم رو تجسم بکنید. شما مهارت های مختلفی در طول زندگیتون کسب میکنید و یا موفقیت های خیلی عالی به دست میارید. فرض بکنید در مسیر یک آزمون یا یک مهارت شما زیاد تلاش میکنید، خیلی براتون مهمه، اذیت میشید، برنامه‌های فشرده، در تمرینات بسیار، درس خوندن‌های زیاد و تو این مسیر بعضی از دوستان و اعضای خانواده خیلی حواسشون به شما هست، حسابی با شما همراهی میکنن. بعضی هم اصلا حواسشون نیست و هیچ همراهی با شما ندارن. خب این دوتا گروه رو که آوردید توی ذهنتون، از هر کدوم یک فرد شاخص رو انتخاب بکنید. خب بریم اول سراغ اون گروهی که اصلا حواسشون به شما و سختی هاتون نبوده. دقت بفرمایید، این سختی ها رو که شما میگذرونید، بعضی ها حواسشون هست بعضی ها نیست، ولی در پایان که شما موفق میشید، نتیجه قبولیتون میاد، همه بهتون تبریک میگن، چه اونایی که همراهی داشتن چه اونایی که نداشتن. خب حالا از این گروهی که همراهی نداشتن قرار شد یه فرد شاخص رو انتخاب بکنید که بسیار ایشون پیگیر هستن که به بهانه موفقیت شما از شما یک شیرینی بگیرن، یک سوری بگیرن و شما خیلی تمایلی ندارید که برای ایشون هزینه بکنید و با خودتون فکر میکنید و میگید که چون میخوام از این پیگیری هاش خلاص بشم، بهش میگم که آقا یا بریم رستوران یا کافی شاپ و گشتید توی شهرتون یک کافی شاپ قیمت مناسب که در منوی خودش فقط 2 مورد رو داره انتخاب کردید و همچنین یک رستورانی که قیمتاش مناسب تر هست و غذاهای ساده تری داره و در منوی خودش فقط 3 مورد رو داره. تأکید میکنید که با هم میریم یا کافی شاپ یا رستوران. خب
حالا قسمت مهم ماجرا برای ما اینه که تعداد حق انتخاب های ایشون چند تایی. خب مسلما خیلی راحته که در کافی شاپ ایشون 2 تا حق انتخاب دارن و در رستوران 3 تا و تعداد کل حق انتخاب هاشون می شود 5 تا، یعنی 2 به علاوه 3. خب حالا بعد از اینکه این ماجرا رو تموم میکنید، یادتون میاد از دوستی یا فردی از خانواده که خیلی هوای شما رو داشته، خیلی سنگ صبور شما بوده در روزهای سختتون، یا محتواها و منابع خیلی خوبی در مسیر موفقیت به شما معرفی کرده و به پاس قدردانی از ایشون شما خودتون تماس میگیرید باهاشون و بهشون میگید که قراره به مناسبت قبولی من هم بریم کافی شاپ و هم رستوران. خب ببینید منوی این کافی شاپ و رستوران قوی تر هست و محتوای بهتری داره، ولی از نظر تعداد خواستم که با مورد قبلی حتما یکی باشه. کافی شاپ هم مثل همونجا 2 مورد داره و رستوران هم مثل این مورد قبلی 3 تا داره. خب از ماجرا دور نشیم، به ایشون تاکید میکنید که باید حتما هم کافی شاپ بریم و هم رستوران. ببینید 2 تا کلمه ای که شما در این 2 تا داستان استفاده میکنید چه متفاوت هست. برای مورد قبلی کلمه یا را استفاده کردید و برای مورد جدید خودتون تاکید میکنید که میخوام این دوستم رو بیشتر تحویل بگیرم، هم باید با هم بیاد کافی شاپ و هم رستوران. خب حالا خودتون بفرمایید که تعداد حق انتخاب های ایشون چند تا هست. ایشون میتونه از کافی شاپ کیک بستنی رو انتخاب بکنه و بعد از رستوران هر کدوم از این غذاها، یعنی کیک بستنی با پیتزا، کیک بستنی با پاستا، کیک بستنی با سوخاری. همچنین میتونه باقلوا بستنی رو با هر کدوم از اینها انتخاب بکنه. بنابراین تعداد انتخاب های ایشون چند تا میشه؟ شما بفرمایید. بله، تعداد حق انتخاب های ایشون میشه 6 تا. چرا؟ چون 2 بسته 3 تایی انگار حق انتخاب داشتن. خب چطور شد؟ تعداد منوها که در این رستوران و کافی شاپ اول با تعداد منوها در این رستوران و کافی شاپ دوم که یکی بود. چرا ایشون فرد اول 5 تا حق انتخاب داره ولی فرد دوم 6 تا حق انتخاب؟ خب علتش مربوط به کلمه ای میشه که شما استفاده کردید. اینجا گفتید یا، اینجا گفتید و. حالا بیایم جمع‌بندی بکنیم. وقتی که ما در صورت مسئله‌مون کلمه یا رو داشته باشیم یا سوالمون معنی یا رو بده، ما باید با هم جمع بکنیم و این میشه اصل جمع. و همچنین وقتی که ما در مسئله‌مون کلمه و رو به طور واضح داشته باشیم یا معنی و رو خودمون برداشت بکنیم، باید ضرب رو انجام بدیم و این نشان دهنده اصل ضرب هست. پس با این جمع بندی که یا یعنی جمع کنیم و یعنی ضرب کنیم، بریم به سراغ حل سوال. در سوال 3 صفحه 126 ریاضی تکمیلی 8 گفته شده که یک جشن داریم با 135 مهمان. هنگام ورود به هر فرد یک دستبند داده میشه. 3 نوع دستبند داریم به رنگ‌های بنفش، زرد و آبی و از هر نوع هم 45 تا وجود داره. هر رنگمون از شماره 1 تا 45 شماره گذاری شده. این دستبندها به این دلیل به افراد تقدیم میشه که در پایان قرار قرعه کشی انجام بشه و یک نفر به تصادف انتخاب بشه و جایزه بگیره. خب بریم سوالاتمون رو ببینیم. در قسمت الف گفته شده احتمال اینکه فردی انتخاب بشه که دستبند زرد داره و شماره 24 رو اون دستبند حک شده چقدر؟ این سوال رو به 2 مدل براتون حل میکنم. یه مدلی که خیلی براتون راحته و خودتون حتما زودتر از من میگه و یه مدل دیگر هم حل میکنم که برای سوالات سخت‌تر یک مقداری آماده‌تون بکنم. خب شما خودتون میگید که
در راه حل ساده که 135 تا دستبند داریم، خب یک دونه از اینا هست که هم زرده و هم شماره 24 رو داره. پس می شود احتمالمون یکی از 135 تا. اما اگر بخواید با اصول شمارش برید، صورت سوالتون رو در قسمت الف دوباره ببینید، کلمه و رو میبینید و میدونید که این یعنی باید ضرب بشه، یعنی احتمال ضرب بودن ضرب بشه در احتمال اینکه شماره 24 باشه. خب پس از اصل ضرب هم میتونیم برای حل این سوال استفاده بکنیم که خیلی ضرورتی نداره که حتما از این راه حل برید. من فقط این راه حل رو ارائه میدم که برای سوالات سخت‌تر آماده بشید و کم کم براتون جا بیفته. خب یکی این قرار شد که احتمال ضرب بودن رو ضرب بکنیم در احتمال اینکه شماره 24 باشه. خب احتمال ضرب بودن، خب سه رنگ داریم، یکی از رنگ ها زرد هست، پس انتخاب رنگمون میشه یکی از سه تا و شماره 24 هم یکی از اون 45 تاست. پس 1/3 ضرب در 1/45 دوباره به همون عدد احتمال 135 میرسیم. بریم برای قسمت ب. در قسمت ب گفته شده که احتمال اینکه فردی که انتخاب میشه دستبندش رنگ بنفش داشته باشه و شماره بین 13 و 20 داشته باشه رو به دست بیارید. خب شماره های بین 13 و 20 رو خودتون مستحضر هستید، هم میتونید اینجوری به ذهنتون بیارید و تعدادشون رو بشمارید، هم میتونید از فرمول تعداد استفاده بکنید که آخری منهای اولی تقسیم بر فاصله به علاوه 1، که چون فاصله 1 هست من قسمت تقسیم بر 1 رو ننوشتم، که باز هم میشود عدد 6. خب برای احتمالش میگید که 6 تا مجموعه انتخابی ما هستن، همه حالات ممکن هم که 135 تاست. این کسر ساده میشه و ما به عدد 245 میرسیم. حالا همین سوال رو بیایم با اصول شمارش حل بکنیم. یه بار دیگه صورت سوال رو بخونیم، به کلمه و حساس میشیم و با اصول شمارش متوجه میشیم که باید از ضرب استفاده بکنیم. خب دوباره میگیم که احتمال بنفش بودن، خب یک رنگ از سه تا رنگه و احتمال اینکه بین 13 و 20 باشه شمارمون، خب 6 تا از 45 تا هست که این ضرب ساده میشه، 6 با 3 ساده میشه و ما دوباره به همون جواب 245 میرسیم. بریم برای قسمت جیم آماده بشیم که احتمال اینکه فردی که انتخاب میشه دستبندش آبی باشه یا شماره دستبند او شمارنده عدد 12 باشه. ازتون میخوام که در خوندن این سوال دقت بکنید. هم کلمه شماره رو داریم، هم کلمه شمارنده رو. ببینید شماره دستبند او شمارنده 12 باشه. خب ببینید شمارنده های 12 رو که میدونید که این 6 تا عدد هستن. حالا چون قراره که آبی باشه یا شمارنده 12 باشه، پس ببینید حالات مطلوبمون همه آبی ها رو باید حساب بکنیم. مفهوم سوال این رو به ما میگه و از اون دوتا رنگ دیگه هم فقط شمارنده های 12ش رو باید حساب بکنیم. پس تعداد حالات مطلوب ما میشه هر 45 تای آبی رنگمون به علاوه 6 تا شمارنده 12 از دستبندهای زردمون و به علاوه دوباره 6 تا دیگه از شمارنده 12 که مال رنگ بنفش هستند. به این ترتیب تعداد حالات مطلوب 57 تا خواهد شد و طبق فرمول احتمال که شما مسلط هستید، تعداد حالات مطلوب تقسیم بر تعداد کل حالات که 5735 میشه و این کسر دوباره ساده میشه و میشود عدد به 3 ساده میشه 1945.
اما بیایم با اصول شمارش هم حلش بکنیم. به کلمه یا حساسیت نشون میدیم. پس دستبندمون دستبند ما یا باید رنگش آبی باشه یا باید شمارنده 12 باشه. خب ببینید، برای حل سوال با اصول شمارش میتونیم آنچه که از سوال میفهمیم رو اول به کلام بنویسیم و بعد به اعداد تبدیلش بکنیم. پس قرار شد آبی باشه یا چطور باشه؟ شمارنده 12 باشه. خب این که شمارنده 12 باشه دیگه ما آبی ها رو که توی قسمت اول کامل حساب کردیم، پس باید یا آبی باشه یا از دو رنگ دیگه باشه و رنگش و شمارنده عدد 12 باشه. خب حالا همین متنی که شما فهمیدید رو بیایم به عدد تبدیل بکنیم. احتمال آبی بودن خب یک رنگ از سه رنگه که می شود عدد 1/3. کلمه یا به ما معنی جمع رو میده. از دو رنگ دیگر خب همش سه رنگ هستن، ما میخوایم از اون دو رنگ انتخاب بشه، میشه 2/3. کلمه و معنی ضرب رو میده و شمارنده 12 هم که 6 تا از 45 تا هستن. دقت بکنید، به خاطر کلمه یا ما اینجا جمع رو قرار دادیم و به خاطر شمارنده 12 در این قسمت ضرب رو قرار دادیم. دقت بکنید توی این قسمت جیم ترکیب دوتا اصل هست و جلوتر که میریم خب مسلما سطح سوال سخت‌تر و پیشرفته تر میشه. کلید حل همچین سوالاتی در امتحانات چیه؟ اینکه شما اول به کلام آنچه که فهمیدید رو بیایید به زبان و یا بنویسید. از متن سوال مشخصه که منظورش اینه که دستبند آبی باشه یا از دو رنگ دیگه باشه و شمارنده 12 باشه. به این ترتیب دقیقا همین متن به همین ترتیب به زبان عددی تبدیل میشه. خب این قسمت رو که بیارید شما دیگه کاری نداره، برای محاسباتش ساده میکنیم ضربمون رو و بعد هم میریم که هم مخرج میکنیم که مخرج مشترک بین 3 و 45 میشه، چون به 3 بخش پذیره و 3 ضرب در 15 میشه 45. یک رو هم ضرب در 15 میکنیم با 4 که از ضربمون به دست اومده، دوباره به عدد 19/45 خواهیم رسید. خیلی خوب، امیدوارم که این اصول شمارش کم کم براتون جا بیفته و خودتون اشتیاق نشون بدید که برای حل سوالاتتون از اصول شمارش هم استفاده بکنید. خب بریم قسمت دال که دیگه با اصول شمارش ارتباطی نداره و با کمک احتمال متمم حل میشه که در کتاب وزارتیتون هم بهش پرداخته شده. میگه قسمت دال میگه احتمال اینکه فردی انتخاب بشه که شماره دستبند او عدد اول نباشد چقدر است؟ خب این رو هم به دو مدل براتون حل میکنم. اول اینکه چون گفته از عدد اول یاد کرده، به خاطر بیاریم که تعداد اعداد اول کوچکتر از 45، چون ما شماره بیشتر از 45 نداریم، چند تا هستن؟ خب میدونید که بین 1 تا 10 4 تاین، بین 10 تا 20 هم 4 تاین، بین 20 تا 30 2 تاین، تا الان شدن 12 تا و ببخشید تا الان شدن 10 تا، بین 30 تا 40 هم که 31 و 37 رو داریم که میشن 12 تا. از 40 تا قبل از 45 هم دو مورد داریم، 41 و 43 که میشن 14 تا. خب 14 تا عدد اول داریم از 1 تا 45 بعد، چون اینجا میخواد اونایی که اول نیستند، خب از 45 تا بیایم این 14 تا رو کم کنیم که غیر اول ها به دست بیاد که میشود 31. خب ما از هر رنگی داریم
از 1 تا 45 رو. پس بنابراین برای هر سه رنگمون میشه این 31 رو ضرب در 3 بکنیم که میشود 93 و برای احتمالمون تعداد حالات مطلوب که 93 تا غیر اول پیدا کردیم تقسیم بر تعداد کل حالات ممکن 135 که این کسر هم ساده می شود و پاسخ ساده شده می شود 3145. ما با کمک احتمال متمم بخوایم یک کمی سریعتر حلش بکنیم میگیم که چون گفته اول نباشه ما میتونیم چطور حلش بکنیم؟ میتونیم از عدد 1 بیایم احتمال اول بودن رو کسر بکنیم 1 منهای احتمال اول بودن تا به پاسخ سوال برسیم. پس از عدد 1 احتمال اول بودن رو کم بکنیم. خب تعداد اعداد اول رو کمتر از 45 به دست آوردیم 14 تایه، چون 3 تا رنگ مختلف هستن و این 14 تا 3 بار تکرار میشه. 14 ضرب در 3 میشود 42. 42 تا اول داریم حالات مطلوب تقسیم بر تعداد کل حالات ممکن که 135 هست و این تفریق رو که انجام میدیم به عذرخواهی می‌کنم اینجا باید عدد 135 در این مخرج تایپ شد. این قسمت هم بگم که اینجا باید عدد 135 و دوباره به همون کسر میرسیم و سادش میکنیم میشود 3145. خیلی خب بچه های خوبم، سمپادی های عزیز در پایه 8 خسته نباشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.